بچه سلام، خوش اومدید به این ویدیو. من آریان هستم و تو این ویدیو قراره بهتون ایونت هایی که ایونتی که امروز اومده رو کامل بهتون توضیح بدم. حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید. اگر حالا دوست داشتید میتونید لایک کنید و چنلمو ساب کنید. بریم سراغ ویدیو. بچه سه تا ایونت جدیدی که تو قسمت اسپیشال ایونتس اضافه شده، یکی آلکامی استارز که قبلا البته بود، اینو که حساب نمی کنیم، یکی اینه و یکی این. کامل 0 تا 100 میخوام بهتون توضیح بدم سه تاشونم، پس حتما تا آخر ویدیو همراه باشید. همین اولین ایونت، حالا بکنم آلکامی استارز اولیش. آره اولین ایونت یه سری تاسک داره، کلا بیسیک. حالا ایونت رو بخوام توضیح بدم، یه سری تاسک داره که بهتون سکه میده. هر یه سکه یه دونه حالا با یه چیز باکس مانند میتونید باز کنید که از اینا رندوم بهتون میده. یه چیز رندوم از اینا بهتون میده. یه بخشم اینجا داره که هر چقدر که اون باکس ها رو باز کنید، مثلا من 95 تا باکس باز کردم، اینقدر بهم داده. مثلا 20 تا باکس باز کنین 4 حالا نمیدونم چیه میده، 50 تا این آواتار فریم و در آخر 160 تا باکس باز کنین گرو اپیک رو بهتون میده. حالا من میخوام تسکاشو براتون، ببخشید دستم خود رفتم، تسکاشو من میخوام براتون ترجمه کنم کامل که بدونید چیه. راستی تسکاش هم هفتگی، یعنی روزانه نیست. بچه اول از کدوم شروع کنم؟ اولی گفته لاگین کن برای یه روز که همین برین تو بازی براتون انجام میشه. دومی گفته یه مچ بازی کن، فرق نمیکنه مولتی بتل هیچ فرقی نمیکنه. سومی گفته 3 تا مچ بازی کن تو هر مودی. چهارمی گفته 5 تا انمی توی مولتی پلیر بکش، فرق نمیکنه رنگ باشه یا معمولی. بعدش گفته 15 تا انمی بکش تو توی مولتی، فرق نمیکنه بازم. و آخری هم گفته 30 تا انمی بکش که جمعا بهتون 95 تا از این کوینا میده که میتونید 95 تاش هم باز کنید و جایزهای خیلی جالبی هم نداره. ولی خب این گروی اپیکش گروی اپیکش بدک نیست. بریم سراغ ایونت دوم. بچه اینم توضیح میدم براتون، شاید بعضی ندونن چیه. هر حالا مقداری که سیکرت کش باز کنید، باکس های سیکرت کش که فکر کنم بدونید چیه، این باکس های بنفش که توکنای گانای لژندری رو بهتون میده، به همون اندازه بهتون این جایزه رو میده. مثلا 3 تا باز کنید 30 تا از اینا بهتون میده و 18 تا مثلا از اینا میده و در آخر 23 تا سیکرت کش باز کنین جک 12 اپیک میده. بریم سراغ ایونت دوم. ایونت دوم هم چیز خاصی نداره. گفته یه دست حالا رنک مولتی بازی کن، به ترتیب 4 دست رنک مولتی بازی کن، 8 دست رنک مولتی بازی کن، 16 دست رنک مولتی بازی کن و 24 دست رنک مولتی که در آخر یه کارت سی پی میده که ارزش رو داره. آخرین ایونت هم کامل بخوام بهتون توضیح بدم، یه سری تسکا داره بچه‌ها باید انجام بدین. تسکاش هم روزانه است، این هفتگی نیستش. خوبیش اینه این تسکا رو انجام میدید و یه سری کلید بهتون میده که با این کلیدا میتونید اسپین کنید. یه حالت گردونه طوری داره که میتونید اسپین کنید. جوایز اصلیش هم کاراکتر فرعه که بدک نیستش. یه نم الکارناین اپیکه، همین. یه نم کالین کارد مسخره بهتون میده که مال عرباست، خیلی چرتیه، همینه. و با هر اسپینی که میزنید، حالا تعداد کلیدایی که برای اسپین میخواد بیشتر میشه. مثلا اولین اسپین فکر کنم بعد 2 تا بود فکر کنم، بعدش شد 3 تا، بعدش اینجوری به ترتیب رفت شد 6 تا. دقیق یادم نمیاد. تسکاشو بخوام بهتون توضیح بدم، و برای 3 روز لاگین کن، برای 5 روز لاگین کن تو بازی، برای 7 روز لاگین کن، 15 دقیقه آنلاین بمون توی بازی. حالا فرق نمیکنه بریم بازی هرچی، هیچ فرق نمیکنه. یه مچ بازی کن تو هر مودی، یه مچ رو وین کن تو هر مودی، یه روز رو لاگین کن، 20 تا انمی بکش یا توی مولتی پلیر یا توی بتل رویال، 30 تا انمی بکش یا توی مولتی پلیر یا تو بتل رویال و 50 تا انمی و 80 تا انمی بکش. همین. ماموریت‌های خاصی نداره و ماموریتش هم روزانه هستش. ارزش داره بگیرید، کاراکترش بدک نیستش، خوشگله و
خیلی کار نشم، حالا دیگه یه مفتیه دیگه میتونید بگیرید. همین با بچه ها، امیدوارم خوشتون اومده باشه از این ویدیو. 3 تا ایونت هم توضیح دادیم. ممنون میشم لایک و سابو بزنید تا ویدیوهای بعدی. خدا